النعمة لك والملك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و صلاة و سلام علی عباده الذین اصطفى. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با ویژه برنامه رکن پنجم یعنی حج خدمت شما عزیزان و سروران هستیم و یک بار دیگر مفتخرم که خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز هستیم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب دکتر تقدیم نموده ایشان را یک بار دیگر خیر مقدم میکنم. خیلی ممنون، لطف کردید و فضل و من شماست که اجازه دادید باز هم بنده در خدمت شما و بینندگان عزیز باشم. اجازه اگر بدید باز عرض ادب و سلامی داشته باشم به خدمت همه شما بینندگان عزیز و امیدوارم که این روزهای مبارک روزهای طاعت و برکات باشه. روزهایی است که واقعا استاد رحیمی امروز داشتم فکر می‌کردم که سبحان الله رحمت الهی رو بر ما ببین. خداوند متعال به ما لیلة القدری ارزانی کرد و لیلة القدر با اون اجر و پاداشش باز حکمت الهی بر این رفت که ما ندونیم که لیلة القدر یعنی چی؟ چه روزی چه شبی هست. حالا شب 21 هست، شب 29 هست، شب 27 هست. اما باز خداوند متعال حکمتش بر این رفت که به ما روزهای ارزانی کرد و اون هم بهترین روزهایی که در اون عبادت در نزد خداوند از هر چه با ارزشتر و عزیزتر هست که اون روزهای دهه اول ذوالحجه است و سردار این روزها هم روز عرفه 9 ذوالحجه و همه اینها برای ما آشکار هست. و جالبتر از همه اینها این که خب بعضی حالا بنا به مفاهیمی بعضی از علما میگن که آقا لیلة القدر خب ماه پیش ما یه شب دیرتر اومد، پیش اونا یکم زودتر رسید، نمیدونم فلان. خب این 27 مثلا لیلة القدر سعودی عربستان سعودی باشه، حالا 29 یا 30 به اصطلاح لیلة القدر ما باشه. و بازم مردم میگن خب باشه و شما علما گفتید ما هم شنیدیم. اما در عرفه جالب اینجاست که عرفه هیچ ربطی به 9 ذوالحجه نداره. 9 ذوالحجه است که حاجیان میرن به چی؟ به عرفات. قضیه عرفه بسته است به عرفات. حاجی رفت به عرفات، این روز بهش میگیم روز عرفه و ما هم همگام میشیم با حاجی. ارزش این روز و دعای این روز و مکانت این روز بین حاجی است و اون مکان و من همگام با حاجی. این همه ارزش ها، این همه اینا روشن هست و من مؤمن هر جای دنیا که باشم دیگه با حاجی هستم و شوقم با حاجی هست، عشقم با حاجی هست، حرکتم، سکناتم، روحم. چرا؟ چون که من یاد گرفتم که دیروز هم اینو میگفتیم که در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حاجی و معتمران اینها وفد الهی هستند که میرن، یعنی اینها پیکهای ما به سوی خانه رب العالمین هستند. الان من پیکم رو فرستادم اونجا، همشهریم رفته، هم وطنیم رفته، انسان مؤمن دیگه رفته، حالا از وطن منم نباشه، اگر از ایران نیست خب افغانی من رفته، برادر تاجیک من رفته، برادر ترک من رفته، برادر آفریقایی و عرب من رفتن. اینا پیک منن. من الان دیگه مثل همین که مثلا ما یک پیکی رو فرستادیم، تصور کنید مثلا کسی رو فرستادیم خواستگاری، رفته پیش خواستگار، یه پیک فرستادیم. الان دلها داریم قبول میشیم نمیشیم، خدا کنه قبول کنند فلان. الان ما پیک فرستادیم پیش رب العالمین. خداوند این پیک رو قبول کرده، این مهمان ازش استقبال دیپلماسی خاص شده. الان ما میگیم ای خدا ما رو هم قبول کن. ما یک شوق و عشق و علاقه است که ما در کل این ایام باش زندگی میکنیم و واقعا لذت داره این عبادت در این روزها. بله واقعا. تشکر جناب دکتر. البته قسمی که اشاره کردین یعنی موضوع ما پس همین باشه دیگه، شوق و رغبت در کنار حاجیان بودن. موضوع ما هست بیننده های عزیز کاش با حاجیان می بودم. البته نظر جناب دکتر این است که میخواهند از این طریق شوق و رغبت شما را بیشتر بکنن نسبت به این روزهای مبارکه و نسبت به حج که از رکنهای اسلام هست. شاید بعضی وقت جناب دکتر اینطور هم شوه برعکس که
یعنی رنج هم بودیم بیننده هایی که فعلا در میان حاجیان نیستن با این آرزوها و کاشهای ما شاید کمی حسرت بخورن و کمی رنج هم بکشن. البته من میفهمم و باور دارم که شما نمیگذارین چنین حسرت بخورن، بلکه شوق و رغبتشون را نسبت به این شعیره الهی و به این رکن دوم اسلام بیشتر و بیشتر خواهید کرد. موضوع ما هست کاش با حاجیان می بودم. جناب دکتر میشه برای ما بگوین که کاش با حاجیان می بودم، خود این جمله نیت هست یا فقط آرزو؟ واقعا شما به نقطه زیبایی اشاره فرمودید استاد رحیمی عزیز که وقتی میگیم کاش واقعا هم حسرت داره. بله. ما میایم امروز چیکار میکنیم؟ این معنای مغالطه و اشتباهی که تو ذهنهای بعضی از ما هست بله. این رو تصحیح میکنیم. اصلا میایم میگیم که آقا آرزو داشتن و حسرت بردن این کلا یک کار منفی و اشتباهی است. ما وقتی میگیم آرزو میبریم، حسرت میبرم فلان، این من یک توان منفی رو به خودم تلقین میکنم و این پیامد بد رو من خواهد داشت. شما دیدید وقتی ها که طرف رو میبینی حسرت میخوره، هی چی میگره، ژولیده میشه، پیر میشه، حتی این حسرت چون که به خودش توان منفی میده بله. رو خودش هم انعکاس منفی پیدا میکنه. وقتی من میگم که ای کاش میتونستم این در رو باز کنم، کسی بیرون از استودیو نشسته صدای من رو میشنوه و منو ندیده نمیشناسه، چی میگه؟ میگه این چه آدم بیچاره‌ای باید باشه، حتما شله، حتما مریضه، زمینگیر هست، بنده خدا نمیتونه در رو باز کنه. بالکل. الان میگه ای کاش من میتونستم این در رو وا کنم. اما وقتی که موضوع رو عوض میکنم، یک جمله رو یه طوری دیگه مطرح میکنم، میگم که من امسال تصمیم دارم یا من نیت کردم امسال بالای کوه هیمالایا برم. کسی که این حرف من رو میشنوه میگه ای این کیه؟ حتما یک آدم بسیار قدرتمند، پهلوون، کوهنورد هست که میخواد این کار رو بکنه. بالکل. پس وقتی ما یک حسرت رو میخوریم، یک کاشی میگیم، یک آرزویی درست میکنیم، انگار که خودمون داریم به خودمون القا میکنیم که این کار از دست من ساخته نیست. بالکل. اما باید این کار رو بکنم و چون که این کار از دست من ساخته نیست و من نمیتونم انجامش بدم، پس من یک انسان بی‌خاصیتی هستم، انسانی هستم که تو من هیچ فایده ای نیست. بالکل. من هیچ ارزشی ندارم. من خودم رو فاقد ارزش کردم، خودم رو انداختم دور، خودم به خودم تلقین کردم که من درد هیچ چیزی نمیخورم. وقتی من میگم که ای کاش میتونستم امسال به حج برم، یعنی چی؟ یعنی من دست و پا گیرم، من نمیتونم، از توان من خارج است و چون که نرفتم و نمیتونم برم پس من هیچ ارزشی ندارم، این رکن پنجم رو من انجام ندادم، من یک مسلمان درست نیستم. اما نه، من این کار رو نباید بکنم. من اولش نیت میکنم که من انشاءالله سال آینده همراه حاجیان خواهم بود انشاءالله. و امسال من دارم آمادگی میگیرم برای سال آینده. از اول به اصطلاح برنامه‌های وصال حق شروع شده، من دارم اینا رو با دقت تماشا میکنم، حفظ میکنم، مفاهیمش رو به دیگران نقل میدم، بعضیاشون رو مینویسم، واتساپ میفرستم، بعضیاشو تو فیسبوک خودم میگیرم، در مجالس تعریف میکنم، خودم رو آماده میکنم. چرا؟ چون که سال آینده من در حج هستم. یک اثری هست بسیار زیباست، از روایت هست که فرمودن البلاء موکل بالقول، بلا و مصیبت گرهش با زبان ماست. یعنی وقتی که ما یک بدگمانی میکنیم، من برم امروز سر کار با این وضعی که من دارم حتما تو راه تصادف میکنم، چون من به خودم القا کردم که من تصادف میکنم. بالکل. ببین ما یک عقل باطن داریم، این عقل باطن شوخی سرش نمیشه.
و هر چیزی رو که میبینه به حقیقتش باور میکنه. الان مثلا من به شما بگم آقای رحیمی لیمو رو دیدین؟ لیموی ترشی که از افغانستان میارن، خب ما داریم در مورد لیمو حرف میزنیم، دهن ما ترش میشه. لیموی در کار نیست. عقل باطن ما چون حرف لیمو رو شنید تفاعل نشان داد، در داخل بزاق لیمو اومد، ترشی لیمو اومد. خب چون که من گفتم که من تصادف خواهم کرد، میترسم که تصادف کنم، عقل باطن اومد منو آمادگی کرد که تصادف کنم. در راه هم که میرم، خب یه جایی یکی چیز میاد میترسم، خب از عقل باطن دستور میاد که فرمونو بچرخون، فرمونو میچرخونم، از این وری ماشین میزنه به من. خب من خودم اینو خواستم. واسه همینه که ما باید چیکار کنیم؟ خداوند متعال بر زبان پیامبرش یک دستور عمل بسیار زیبایی به ما یاد میده. قربان رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انا عند حسن ظن عبدی بی. خداوند میفرماید در حدیث قدسی خداوند متعال بر زبان پیامبرش میفرماید که من در آن جایی هستم که بنده ام گمان میکند. بنده ام گمان خیر کند، من خیر رو براش مهیا میکنم. بنده ام گمان شر کند، خب شر براش میرسه. فلیظن عبدی بی ما شاء. الان میل خودت بنده من، چه که میخوای، چه گمانی از من داری، اون رو داشته باش. وقتی که میخوای گمان داشته باش. وقتی من میگم که خدا منو نخواهد بخشید، خب نمیبخشید. وقتی که من ایمان دارم که خداوند از من در خواهد گذر، در میگذره. بالکل. وقتی که من میگم امون بنده خدای پیرمردی بود، مریض بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن عیادتشون. خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مفاهیم منفی در وجود پیامبر وجود نداره، همش مثبت نگرن. آمدن پیرمرد مریض هست، چی فرمودن؟ فرمودن لا بأس، که موردی نیست، طهور ان شاء الله، ان شاء الله به خواست خداوند متعال این موردی که برای شما هست، این بیماری شما پاکی است. بالکل. این بیماری شما صحت و سلامتی آور است. پیرمرد منفی نگر چی گفت؟ گفت که شیخون وقور، یک پیرمرد دست و پا چلفت افتاده ایم من، و همان تفور، و یک مرضیه که داره غلغل میزنه تو من، و قبور تزور، یعنی قبرها هم که درنشون وا کردن منتظر منن. حالا دیگه این خودش گفت که من پیرمردم، مرض من تمام شدنی نیست و من خواهم مرد. یعنی کلی این رو قبلا در خودش سیستماتیک برنامه ریزی کرده بود. عقل باطنش پذیرفته. اینطوری برنامه ریزی شده است و نمیخواد هم عوض شه. حالا پیامبر بهت میگفت، باید میگفتی ان شاء الله، باید کل این سیستم رو عوض میکردی. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی دیدن که خودش داره به طرف قبر میره، فرمودن نعم اذن، پس این واقعیت دیگه، حالا که خودت میخوای به اینجا خواهی رسید. اینه که ما وقتی میگیم آرزو باید درک کنیم که آرزو یک کلمه ای هست که ما در فارسی وقتی استفادهش میکنیم به معنای مجازی استفادهش میکنیم. معنای حقیقیش یک معنای منفی هست. یعنی اینی که ای کاش من این کار رو میکردم اما نمیتونم. پس این یک معنای منفی هست. درست. و اشتباه است. ما وقتی میگیم آرزو دارم، یعنی اینی که من نیت جازم دارم، من تصمیم قطعی دارم، من باید به این مورد برسم و حتما هم میرسم. جزاکم الله خیرا. با این توضیحی که دادین که آرزو در لغت فارسی به مجازش استعمال میشه و به معنای نیت جازم استعمال میشه، پس میشه برای ما نیت تعریف کنیم که نیت یعنی چی؟ یعنی من نیت اینو دارم که سال آینده باید در میان حاجیان باشم، اما فعلا اسباب احاطه کننده خود را که میبینم هیچ راه باز نیست، همه راه ها بسته است. باز هم من با این نیت آیا میتونم خود را خوشحال کنم؟ نه اینکه من میتونم خودم را خوشحال کنم، بلکه من میتونم خودم رو به حج برسانم. من پول ندارم، بالکل، توانمندی به اصطلاح راه ها هم بسته است و به اصطلاح حکومت ما گفته است که ما شما رو نمیذاریم به حج برید، میخواید برید حج برید مشهد، برید کربلا، برید فلان.
خب اما نمیذارم، مصرفش هم کمتر، ثوابش بیشتر. اما من مؤمن میخوام برم خانه خدا. الان این حکومت و این نظام و این پیش من هیچ ارزشی نخواهد داشت، چون که من نیت دارم. نیت یعنی چی؟ اول باید نیت رو نیت باید بشناسیم. ببین، یه قانون کلی بگم. هر آنچه که در دنیای مادی فیزیکی ما روی میده، هر آنچه که اتفاق میفته، درست، انعکاس آن چیزی است که در دنیای درون ما، در طاقت درونی ما، در عقل باطن ما برنامه ریزی کردیم. یعنی ما یک نیتی رو، یک تصمیمی رو گرفتیم و این رو عملی میکنیم. اگر من بگم که من سال آینده دوچرخم رو سوار میشم میرم حج، خب یعنی من الان یک تصمیم گرفتم، یک راهکاری برای خودم پیدا کردم، اما گفتم و خوابیدم. من الان به خودم دروغ گفتم. این نیت نیست. نیت چی است؟ وقتی نیت رو تعریف میکنیم، نیت اون تصمیمی است که با حرکت و با توکل بر خداوند همراه باشه. یعنی یک خواسته است، برای این رسیدن به این خواسته من در مسیر این خواسته حرکت میکنم. بله. تنها خودم رو تو این دردسر نمیندازم، در این مسیر که حرکت کردم توکلم رو بر خدا بستم. بله. حالا که من در این مسیر حرکت میکنم، باید به خدام نشون بدم که من صادقم. صداقتم رو چطور نشون میدم؟ من نیت میکنم از الان شروع میکنم پول ذخیره میکنم، از الان شروع میکنم معانی حج رو میفهمم، خودم رو از نظر علمی، آموزشی، تربیتی آماده میکنم که لیاقت حج رو داشته باشم. لیاقت حج آخر به مهمانی خانه خدا رفتنه. بالکل. وقتی من میخوام مثلا مهمانی برم، کی دعوتم کرده؟ خواهرم. خب خواهرم هم مثل ما دیگه با همین لباس و با همین شکل و قیافه میرم. اما وقتی که دعوت از پادشاهی اومده که من مهمون پادشاه هستم، خب یه هفته قبلش میرم جستم و لباسم و خودم و آماده میکنم که من یه هفته بعد به مهمانی پادشاه میرم. الان من سال آینده به مهمانی خدا میرم، دلم رو شستشو میدم، فهمم رو شستشو میدم، عقل و درایتم رو شستشو میدم، همه این رو آماده میگیرم. در عین حال آمادگی مادی اون چیزی که برای من مهیاست میگیرم. در سر راه صد راه هاست. خب امکان داره که من حکومت منو نذاره. بله. من از الان فکر میکنم خب من میتونم به ترکیه بدون ویزا برم، به مالزی بدون ویزا برم، پس من از ترکیه و از مالزی میرم حج. خب شاید اونجا سفارت اون کشور به من ویزا ندن، از همینجا براشون نامه مینویسم که من تصمیم گرفتم با خانواده‌ام یا تنها با دوچرخم با الاغم به حج برم و میرم. چند سال پیش یک آقایی بلند شده بود از چین با دوچرخه رفته بود حج، از نمیدونم کسی دیگه از بوسنه هرزگوین با دوچرخه بود رفته بود حج. یعنی یه تصمیم گرفته بود، حرکت کرده بود. خب این حرکت رو کردم و ایمانم به خداست. من خودم رو بستم به خداوند. وقتی که یک همت به خداوند نشون میدم، خداوند هم راهکارها رو برای من مهیا میکنه. حتما مهیا میکنه. چرا؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما میفرمایند انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوى. معنای ظاهری که ما از این حدیث فهمیدیم اینه که هر عملی، هر کاری، فعالیتی که من انجام میدم بر مبنای این نیتی که من دارم اجر و پاداش میگیرم. بله. یه معنای لغوی صریحی که ما ازش خیلی وقتا غافلیم اینه که پیامبر متعال میفرمایند انما الاعمال بالنیات، همانا عملها، کارها تحقق پیدا میکنند با نیت. شما نیت کردید این کار صورت خواهد گرفت. و انما لکل امرئ ما نوى، برای هر انسانی است آن چیزی که نیت کرده. آن چیزی که من تصمیمش گرفتم، نیتش کردم، من بهش خواهم رسید.
میگی که من خیلی چیزا رو نیت میکنم میخوام بله. بهش نمیرسم. اشتباهست. امکان نداره که شما چیزی رو نیت کنید بهش نرسید. اما چه اتفاق میفته؟ اینی که من خودم در نیت خودم صادق نیستم. من خودم وقتی که نیت میکنم رو خودم شک دارم. من خودم فکر میکنم که من دارم خودم رو. وقتی ما مثلا دعا میکنیم، دعا یعنی چی؟ خداوند متعال شرط اصلی دعا اینه که من ایمان داشته باشم، یقین داشته باشم که حتما دعای من پذیرفته میشه. خداوند متعال میفرماید ادعونی استجب لکم، منو دعا کنید، از من بخواهید، من شما را استجابت میکنم. اون وقت ما میایم میگیم نه شاید یه وقتی دعا استجابت نشه. امکان نداره. خداوند گفت که من استجب لکم گفت. خداوند متعال میفرماید و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. وقتی بندگان من از تو میپرسن در مورد من ای پیامبر، نگو من خودم میگم. در همه سوالهای قرآنی این است که وقتی که به اصطلاح بندگان از سوال کردن خداوند متعال فرمودن به پیامبر قل. بله. اینجا نیست قل انی قریب، نگو که من نزدیکم، خودم دارم میگم، چون که من نزدیکم میگم اذا سألك عبادی انی فانی قریب، من نزدیکم، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اگر کسی از من خواست من دعای اون رو استجابت میکنم، میپذیرم. پس این پذیرفتن دعا حتمی است. اما یجیب دعای انسان مجبور پریشان در افتاده رو قبول میکنه مگر خداوند منان. پس یک دعا حتمی است. از خدا بخوا داده میشه برات، حتما بهت میده. خب ما میایم میگیم که شاید دعا قبول بشه، شاید خداوند در یک حدیث دیگه البته هست که انسان وقتی خدا رو دعا میکنه یا خداوند دعایش رو قبول میکنه میکنه، یا اینی که این در مقابل این دعاش خداوند بهش اجر میده. این معنایی نیست که استجابت، این به اصطلاح مراحل نیت ما رو، صدق و یقین ما رو تعریف میکنه. به چه معنا؟ وقتی که من به شما میگم شما میخواید که بعد از برنامه برید خونه، خب آقای رحیمی شما چند راه دارید؟ یا اینی که از اینجا تا خونه پیاده برید، بله، یا اینی که ماشینت رو آوردی تو پارکینگ سوار شی و با ماشینت بری، یا کنار پارکینگ اتوبوس‌های واحد هست سوار اتوبوس‌های واحد بشی و بری خونه. من سه تا راهکار جلوی شما گذاشتم. شما اولا میرید، ثانیاً به هدف میرسید، به خانه میرسید. بله. اما راه‌ها مختلف است. کیه که این راه‌ها رو انتخاب میکنه؟ من خودم. خود شما. این حدیث پیامبر این رو به ما میرسونه که ای بنده از خدا بخوا. این خواستن تو دعا، بله، عبادته. همین خواستن خودش عبادته. بالکل. اصلا دعا مخ العباده. در حدیث دیگه میاد دعا هو العباده. الدعا هو العباده، یعنی دعا عبادت است. عبادت یعنی دعا مساوی است با عبادت. پس شما چون دعا کردید یک عبادتی انجام دادی، اجرش رو میگیری. حالا بیایم رو خود دعا. اگر در این دعا شما ایمان کامل و یقین کامل دارید که این دعای شما رد شدنی نیست، رد نخواهد شد. اگر شما نه رو خودت شک داری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند در حدیث دیگه که به اصطلاح دعا بکنید اما عجله نکنید. بله. اینی که مثلا من دعا میکنم بعد میگم که دعای من استجابت نشد پس من ترک دعا میکنم. خب من پس دعا کردم اجرش رو گرفتم، من دارم پیاده میرم خونه، اجرش رو گرفتم اما دعای من برآورده نخواهد شد چون که اصلا من خودم نخواستم، گفتم که دیگه نمیشه.
خب ماشین شاید بنزینش تموم بشه، اتوبوس شاید هم دیر برسه، من پیاده میرم. اون قسمت دعا اجرش رو گرفتم چون عبادت بود. بله. اما به دعا به نتیجه چون که خودم نخواستم نرسیدم. خب یا اینی که به اصطلاح این دعا چون که دعا عبادت هست، بله. خب اجر هم میگیرم، در خود عبادت ها باعث رفع شرارت هایی از من میشه. مگر نماز عبادت نیست؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. فحشا و منکر رو نماز از سر راه من دور میکنه چون که عبادت هست. این دعای من چون که عبادت هست خیلی از شرها رو از سر راه من دور میکنه. اما به هدف دعام نمیرسم چون که من نخواستم. من خودم تو دعای خودم ایمان کامل نداشتم. این ایمان کامل شرط دعاست. این ایمان کامل رو ببینید ما چطور ابرازش کنیم. یعنی این یک تعامل است، یک رابطه هست بین بنده و پروردگار. اگر بنده صداقت داشت در حرفش، در ایمانش، اون حتما به همون صورتی که خواسته میرسه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم جهاد بود، پایان جهاد اومدند و غنایم رو تقسیم میکردن. یک یک تازه مسلمونی که اومده بود اومدن از قوانین اینا خبر نداشت. آی فلانی شما در جهاد بودید، این قسمت از غنایم از شما. اینا چیه؟ گفتن شما در جهاد بودید، اینا غنایم از غنایم که تقسیم میشه یه قسمتی بشه سربازان که میرسه این از شماست. سهم شماست. سهم شماست. گفتی من برای این ایمان نآوردم. من ایمان آوردم که یک تیری از طرف دشمن بیاد اینجا بخوره از پشتم در بیاد. من برای این اومدم جهاد کردم. من برای مال دنیا که جهاد نکردم که اینو به من بدید. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن ان یصدق الله یصدق. اگر این واقعا حرفش درست باشه، صدق بگه، حتما این تحقق پیدا میکنه. صحابه این رو شنیدن گفتن ببینیم این چی میاد. یه وقت دیگه در جهادی دیگه این رو دیدن که شهید شده، همون تیره اومده به همون جایی که اشاره کرد، به همون جا خورده، از پشت سرش اومده بیرون. این رابطه بنده با خدا. صحابی دیگه بود به نام انس بن نضر. انس بن نضر یک بازرگان بود در مدینه منوره. بازرگانی بود، تاجر بود. یه وقتی رفته بود در سفر تجارت، برگشت دید مردم حرف میزنن چی شد؟ والله رفتیم به بدر و جهاد شد و چی کار کردیم. چی شد؟ کجا رفتید؟ ما رفتیم جهاد. کجا؟ بدر چیه؟ بابا دشمن اومده بود، قریشیان اومده بودن فلان و فلان و ما در افتادیم. یعنی پیامبر با دشمن، با قریشیانی که این همه پیامبر و مسلمانان ظلم کردن جهاد کرد. من انس بن نضر نبودم؟ ای بسوزه این مال و ای الان این همون طاقت، قدرت، توان شد فعال میکنه. میگه که لئن یشهدنی الله غزوة مع رسوله لیرین الله ما اصنع. حرفی که این حرف رو استاد رحیمی به کوه بزنی کوه تکه پاره میشه. اگر خداوند متعال به من یه فرصت بده که من در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به نبرد برخیزم با دشمن، خدا خواهد دید که من چه کار میکنم. الله اکبر. این صداقت این رو میگن. خب چه اتفاق افتاد؟ اتفاق افتاد که یه بار انس بن نضر کاروان تجارتیش رو آورد به مدینه، رسید داخل شهر شد، کسی نیست. بچه ها اونجا بازی میکنن، یه زنی دوید رفت تو خونش، هیچ مردی نیست. خدایا چه اتفاقی افتاده تو شهر؟ بچه ها رو صدا زد، بچه ها اینجا چه خبره؟ هیچی، من خبر نداری؟ نه چیه؟ پیامبر و مؤمنان رفتن به احد، به مصاف دشمن. قریشیان جرأت کردن به مدینه بیان. بله اومدن و پیامبر در مصاف اینها ایستاده. خودش رو فراموش کرد، بار و کاروانش رو فراموش کرد، 4 نر تازید، رفت به احد. چه وقت به احد رسید؟ وقتی رسید که در میان سفاه اسلام یک بحران به وجود اومده بود.
سپاه اسلام پیروز شده بود، بعدش تیراندازا مخالفت امر رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده بودند، خداوند هم اونا رو در آزمایش سختی قرار داده بود. دشمن شایعه کرده بود که پیامبر به شهادت رسیده، همه مؤمنان فرار کردند. الان انس ابن نضر رسید، دید که بعضیا در میرن. کجا؟ گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم شهید شدن. گفت ای پس کجا میرید شما؟ بمیرید بر آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آن مرد. رفت جلوتر، دید که چند تا از صحابه نشستن زار زار گریه میکنن. چی شده شما رو؟ گفت که والله پیامبر شهید شد. گفت پس شما برای چی زنده اید؟ بمیرید بر اون راهی که پیامبر جان داد. و شمشیرش رو کشید و زد به سپاه دشمن. حالا ما نمیدونیم که انس ابن نضر چی کار کرد، اما میدونیم که دشمن باش چی کار کرد. بعد از اینی که جهاد تمام شد و جنگ تمام شد، دنبال شهیدان گشتن، انس ابن نضر نیست. دیدن یک جایی یک انسانی رو دشمن گرفته، تیکه 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 کرده. یعنی بعدش خواهرش اومد، یه نشانی سر دست انس ابن نضر بود، به این نشان فهمید که این گوشتای اینجا خورد خورد شده، قیمه شده، این برادر من است. حالا خودمون تصور کنیم که این مرد چی کار کرد با دشمن که دشمن این همه حقد و کینه روش خالی کرد. اینی که یعنی این چی کار کرد؟ یک عزم صادق کرد، یک ایمان صادق نشان داد و این ایمان صادق رو عملاً به صحنه وجود در آورد. این بود که به هدفش رسید. یک هدفی، یه نیتی که من میذارم، جلوی نیت صادق رو کوه نمیتونه بگیره. همه کارهای بزرگ رو انسانهای بزرگ با نیتهای بزرگ انجام دادن. ببینید صحابی میاد دنیا رو فتح میکنه تا میرسه به اقیانوس، خب نمیدونه که بعد از این دریا اصلا دنیایی هست یا دنیا تموم شد اینجا. میگه که خدایا من نمیدونم که پشت این دریا اونجا اصلا زندگی هست، انسانهایی وجود داره یا نه. به خدا سوگند اگر میدونستم این اقیانوس رو ختم میکردم، دین تو رو به اونجا میرسوندم. یکی از کوههایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تربیت کردن که این رمز نیت صادقانه است. حضرت ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق استاد رحیمی، اسلام پیامبر رفت، بله، همه دشمنان به مدینه حمله ور شدن، خود حکما و پهلوانای صحابه موندند که ما چیکار کنیم. اولا یک سپاهی رو فرستادیم به مصاف رومیان، یک سپاهی رفته به جنگ به اروپا، همه کشورهای اروپا یک طرف، یک سپاه ما یک طرف. این از نیروی ما این است، ارتش ما اینجا نیست. در داخل مدینه که هستن برخی از افرادی که همراه سپاه نرفتن بنا به دلایلی، یعنی افراد بسیار اندک. خب حالا چی شده است؟ دشمن از هر طرف حمله ور است. یه طرف یک مسیلمه کذابی هست، یه طرف قبایلی هست که زکات نمیدن، همه. حالا حکما میگن که آقا بیا با اینایی که یک جزئی از اسلام رو قبول دارن، جزئی دیگر رو قبول ندارن، با اینا بسازیم، فعلا کنار بیاییم که حالا شما نصف اسلام رو قبول داری، باشه نصفش قبول، خب شما نیم مسلمونید، ما بجنگیم با اونایی که تا. حضرت ابوبکر صدیق میگه اینقص الاسلام و انا حی؟ آیا چیزی از اسلام کم بشه و ابوبکر زنده است؟ به خدا سوگند این امکان نداره. عمری که کوه است، عمری که پیامبر مثل فولاد تربیتش کرده، ابوبکر صدیق گلاویزشو میگیره میگه اجبارون فی الجاهلیت خوارون فی الاسلام. عمر چی شده تو رو؟ این عزمانیتت کجاست که پیامبر تو رو تربیت کرده اون که در جاهلیت اون قدرتمند بودی، تو اسلام ترس تو رو برداشته؟ به خدا سوگند که اگر یه پشیزی رو اگر در زمان رسول الله از اسلام میدونستند و امروز نمیدونن، من تنها باشون میجنگم. کسی میخواد با من بیاد، نمیاد، من تک تنها
اسلام رو برمیگردونم. این ایمان، این همت، این همت چی شد؟ یک نیروی اندرونی طاقتی که در داخل ابوبکر هست. همه یه دیرون. ببین نیت اینه. نیت صادقانه چه کار میکنه؟ نیت صادقانه اول منو صاحب نیت رو سیستماتیک برنامه ریزی میکنه که باید به این طرف حرکت کنم. بعد از اون تمام اطراف به سوی نیت من همگام میشن. وقتی من میخوام به حج برم، نیت صادقانه کردم، میبینم که راهکارها همه هموار شده میرن، هموار میشه. حتی بلاها. خداوند متعال میفرماد و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. یعنی یک مسائلی بی وجود میاد در مسیر که اینها واقعا برای من دردناک است، من اونها رو مصیبت تلقی میکنم. همین مصیبت در مسیر هدف من، در مسیر نیت من جهت‌دهی میشه، مفید تمام میشه. مفید تمام میشه. یعنی حتی مصیبت، بعد من نیت کردم که برم به حج، خانومم یکی از سد راه‌های این مسیر هست، میبینیم که 2 ماه بعد وفات کرد. برای من مصیبت هست، اما این سر وقتش وفات کرد، زندگیش رو تموم کرد، راه گشاده شد برای من، یک قدم به سوی رفتن به سوی هدفم. مصیبت بود، خیرش به من رسید. خیر خودش در مسیر من حرکت میکنه. حتی مصیبت ها در مسیر رسیدن من به هدف جهت‌دهی میشه و من به هدفم خواهم رسید، با همین شرط که اولا نیتم صادقانه باشه، بله. دوما ایمان و یقین کامل به خداوند داشته باشم که خداوند به من کمک خواهد کرد، با من همراه هست. سوما الاخذ بالاسباب، در این راه اون مسیری که نیت کردم، اون عزم و تلاشی که دارم، اون رو تحقق بدم و در این مسیر من حرکت کنم و حتما به نتیجه خواهم رسید انشاءالله. کاش با حاجیان باشیم. بیننده های عزیز، بعد از یک برنامه کوتاه برمیگردیم. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. کاش با حاجیان می بودم. اگر نیت صادقانه داشته باشیم و بعد از نیت صادقانه با توکل بر خدا در این راه گام برداریم، بدون شک سال آینده در میان حاجیان خواهیم بود. البته این حرف من نه، بلکه جناب دکتر هست از آیات و احادیث و واقعات تاریخی و داستانهای زنده صحابه کرام که چطور با نیتهای صادقانه و کوهمانندشان توانستند که دنیا را دگرگون کنند. استاد رحیمی جان، اگر شما اجازه بدید من یک مثال بذارم که جلوی این مثال هر یکی از بینندگان عزیز که هنوز شک داره بفهمه که سال آینده حتما با حاجیان خواهد. بس به شرطی که مردن خانم در میان نباشه. حالا حتی اگر نبود همسر باشه. صحیح. بفرمایید. حضرت ابراهیم علیه السلام بله. میاند همسرشان حضرت هاجر علیه السلام رو میذارن با یک کودک نوزاد در ابراهیم. کجا؟ هاجر با یک کودک نوزاد رو رها میکنن کجا؟ در یک صحرای برهوت، در یک صحرایی که در اونجا هیچ چرنده و پرنده‌ای نیست، خشک، بی آب و علف، سنگ‌های سوزان. سنگ‌های سوزان و هیچ چیز دیگه اونجا نیست. خب الان هاجر از همسر میپرسن، همسرم میره،
و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. رفتن همسر تنها، اصلا بودن در این محیط برای خودش و همسرش و فرزندش خطرناکه. مرگ حتمی است. یه آذوقه ای داریم 3 روز 2 روز 4 روز تموم میشه، بعد میمیریم. خب در اینجا حتی اگر مرگی هست تنها برای تو هاجر. من ابراهیم رفتم. خب هاجر میپرسند که ای همسر عزیز من، این کار رو که اینجا ما رو رها میکنی این تصمیم خودت هست یا خداوند امرت کرده؟ امر الهی است. اگه تصمیم خودت هست تا من حرفی بزنم که این کار تو کار عاقلانه که نیست. بالکل. ببینیم مشوره بکنیم چیه، من چه کار کردم که منو اینجا میندازی؟ اما حضرت ابراهیم میفرمایند که نه، این امر الهی است. ببین الان ایمان رو ببین. هاجر مؤمن، هاجر حرف نمیزنه، ایمان هاجر که حرف میزنه. میگه که اذن فلن یضیعنا الله، اگر قضیه اینه پس خداوند متعال هرگز ما رو ضایع نمیکنه. ابراهیم رفت، ماند مادر و یک فرزند و یک مرگی که در راه است. آفتاب سوزان، هیچ خلایقی اینجا وجود نداره. فلن یضیعنا الله وجود داره. ایمانی که هرگز خداوند ما رو ضایع نمیکنه وجود داره. خب نتیجه این ایمان چی میشه؟ اول این ایمان وجود داره. ایمان کافی نیست. اینی که من اینجا هستم نیت و عزم صادقانه وجود داره. همه کون و مکان خلاف من هستن. این رو میاریم با خودمون خاص میکنیم. من حاجی میخوام از آستارا، از روستایی در شمال ایران برم به حج. از یک روستای دور افتاده قحط زده بلوچستان من سال آینده میرم حج. هاجر هست. بله. توکل داره. ایمانش اگر ایمان هاجر باشه سعی میکنه. هاجر رفت، سعی کرد، تلاش کرد. تلاش کجا کرد؟ بین صفا و مروه. 2 تا کوه بودن، برو اینجا آبی هست نیست، برو اونجا آبی هست نیست. خب روزی رزان کی هست؟ سعی و تلاش هاجر هست؟ نه. اون اسباب را به جا آوردن وظیفه هاجر هست. هاجر وظیفه خودش رو انجام داد. روزی رسان الله است. از کجا روزی میده؟ از اون جایی که تقواست. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوای الهی پیشه کنه خداوند اون رو روزی میده از آن جایی که اصلا در تصور اون نیست. کجا در تصور هاجر بود که آب از زیر پای اسماعیل بیاد بیرون؟ اصلا می بود که بین 2 کوه تلاش نمیگن. پس من تلاشمو میکنم. از کجا و چطور خداوند منو به حج میبره من میدونم که به حج میرم و میرم، اما نمیدونم چطور. این وظیفه من نیست. وظیفه من تلاش هست. خب تلاشمو کردم. این تلاش و ایمان هاجر چی کار کرد؟ ایمان هاجر آقای استاد رحیمی این صحرای برهوت رو پر از آدمیان کرد. اینجا شهر درست کرد. ایمان هاجر آب آورد، شهر درست کرد. این صحرای برهوت شد محل سکونت. این شهرهای برهوت شد قطب عالم. این صحرای برهوت شد که همه دنیا عشق دارن که به اینجا بیان. اینی که من با این ایمان میتونم چهره زمین و زمان رو عوض کنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با صحابه رفتن به تبوک. بله. غزوه بسیار سختی هست. بله. در وقت گرمای بالای 50 درجه وحشتناک. خب هنوز به اصطلاح خرما تازه اومده، وضع حال چندانی نیست و دشمن هم تا دلت بخواد قوی و نیرومند. بله. صحابه آنچه که در توان داشتند رو گذاشتن، اما باز هم افرادی هستند که میخوان برن، نمیتونن. مال و ثروت ندارن،
نمیتونن حتی یک چکمه خوب برای به اصطلاح راه داشته باشن، لباس نظامی ندارن، نمیدونم سواری ندارن، آذوقه ندارن، مهمات ندارن، اما ایمان دارن که ما میریم. میان پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله ما رو با خودت ببر. پیامبر اون کسای اون اندازه‌ای که توانمندی بود افراد رو، سربازان رو آماده کردن، اما اینا بیش از توان هستن. بهشون گفتن که والله شما رو نمیشه برد. از پیش پیامبر برگشتن و اشک ریزانند. این همت رو داره، اما این همت اون رو نمیتونه به حرکت در بیاره. میره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میرن به جهاد، برمیگردند از جهاد. حضرت انس میفرمایند که در مسیر رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما فرمودند که شما هیچ مسیر رو طی نکردید مگر این که در مدینه افرادی بودند که در اجر و ثواب با شما همراهن، همسنگن، مثل اجری که شما گرفتید اونا هم میگیرن. خب صحابه تعجب کردن، اینا در مدینه زیر آفتاب راحت خوابیدن، اجر ما رو میگیرن؟ فرمودن بله، حبسهم العذر، یک معذوریت هایی بود که اونها رو نگه داشت. اینا حاجی های ایرانی هستن امروز. الله اکبر. حاجی اومد اینجا چقدر به اصطلاح در حج و در مسیر حج و گرمای حج چه زحمت ها میکشه، چه اون ایرانی که میخواست بره حج نامش در اومده بود، این سلطات ظالم و فرعونیان و نمرودیان جلوی راهش رو گرفتن، آقای ولی فقیه اجازه نداد برن، صد راه فی سبیل صد عن سبیل الله شدن. اون داره الان اشک میریزه، میخواست بره، شوقش اونجا بود، اجری مثل اجر حاجیان میگیره و تماما اون اجر رو میگیره. ببینید یه چیزی که همون نیت اون رو به تحقق پیدا میکنه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. هر کسی که با صداقت از خداوند شهادت را بخواد، خداوند اون رو به مرتبه شهیدان، یعنی مرتبه حضرت حمزه و حضرت انس ابن نضر و مصعب و این شهیدان میرسونه. ولو مات علی فراشه، حتی اگر تو خونش روی بستر خودش بمیره. الله اکبر. بیشتر از این، حاجی رفت به حج، حاجی در حج هست، خب چقدر اجر میگیره؟ کمترین اجری که حاجی میگیره اجر 10 تا حج هست، برای اینکه الحسنات بعشر امثالها. کمترینش اینه. بله. کمترین حجی که حاجی، اجری که حاجی میگیره 10 برابر یک حج اجر میگیره. که اجر یک حج چی است؟ اینه که به اصطلاح انسان کما ولدت یوم، یعنی از همه گناهان پاک میشه. حاجی پاک شد، 10 برابر یک حج اجر گرفت. منی که فقط نیت کرده بودم، منی که فقط نیت کردم، نه اونی که عذر جلوی راهش رو گرفت، فقط منی که نیت داشتم، 5 ساله که من نیت کردم حج برم، تا حالا مهیا نشده، این نیت منو اجر یک حج میده. من هم به حسنت فلم یعملها کتبت له اجر. کسی که خواست یک کاری رو انجام بده، یک کاری نیکی، یک عبادتی رو انجام بده و انجام نداد، بله. اون اجر چی رو میگیره؟ اجر اون کار رو میگیره. نیت صادقانه باشه. یعنی نیت اولا انسان رو به هدف میرسونه، ثانیاً اگر در مسیر راه، خب من نیت دارم که سال آینده به حج برم، در مسیر راه اجل من رسید، وقت تموم شد، حضرت ملک الموت اومد گفت که دیگه سفر به پایان، بریم. الان چی؟ من اجرم رو گرفتم کامل. من طلب الشهادة لله بصدق. هر کسی که شهادت از خود، این نیت اینه که انسان رو
شناخت انسان، هویت انسان این نیت است. ببینیم خداوند متعال در مورد صحابه چی میفرماید؟ لقد رضی الله عن المؤمنین، خداوند از مؤمنان راضی شده است، خوشنود است. کدوم مؤمنانی؟ اذ یبایعونک تحت الشجره، اون مؤمنانی که زیر درخت با پیامبر بیعت کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اومدن به حدیبیه. بله. دشمن اونا رو نگذاشتن که بره به حج. شایع شد که دشمن حضرت عثمان رو به شهادت رسونده. پیامبر با مؤمنان بیعت کردند که تا آخرین لحظه، تا آخرین قطره خون می جنگیم، انتقام عثمان رو از اینا خواهیم گرفت. شایع است عثمان شهید نشده. پیامبر و مؤمنان، پیامبر از مؤمنان بیعت میگیره. مؤمنان چیکار کردن؟ فقط یه بیعت کردن. جنگی صورت گرفت؟ نه. تا آخرین نبرد، تا آخرین لحظه جنگیدن؟ نه. خودشون کشته شدن یا کشته دادن؟ نه. چی شد؟ آن چیزی که باعث شده که اونها به رضی الله عنه و رضوا عنه برسند، به خدا از اونها خوشنود بشه و اونها رو اینقدر نوازش بده از نیتهاش که اونها هم خوشنود بشن. چی بود؟ فعلم ما فی قلوبهم، خداوند دونست که در دلهای اونها چه هست. کاری انجام ندادن؟ نه خیر. هیچ زحمتی نکشیدن؟ نه. قلبهاشون رو جلوی خداشون وا کردن، نشون دادن که بار الها بنگر که ما صادقیم. با وجود این که هیچ فعالیت دیگه ای نکردن، چی شد؟ فانزل السکینه علیهم، اجرشون رو، اجر اخروی جای خودش، رضی الله عنهم و رضوا عنه، از اینجا اصلا چک گرفتن که شما بهشتی هستید، تموم شد. خداوند از شما راضی است. یعنی کسی هست که خداوند بهش گفت که من از شما خوشنودم. آیا امکان داره که 20 سال بعد، 100 سال بعد خداوند بگه که نه من خوشنود نیستم، من حرفمو پس گرفتم؟ امکان نداره. پس این که خداوند ازش خوشنود است حتما بهشتی هست. هر کسی که زیر درخت بیعت کرد با پیامبر، همشون بدون استثناء بهشتی هستند. یعنی مژده بهشت گرفتن از خداوند، نه از پیامبر. چک بهشت رو گرفتن. تمام شد، اینا بهشتی هستند. چون خداوند از کسی راضی باشه اون رو به جهنم میبره؟ ابدا. این در آخرت. در دنیا چی؟ فانزل السکینه علیهم، سکینت و آرامش رو بر قلبهای اونها باروند، نازل کرد. سکینت در بین اونها بود یا نبود این مسئله دیگه است. از بالا روی اونها اومد. فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا. سکینت بهشون داد، یعنی خوشبخت شدن در زندگیشون، خوشبختی همراهشون هست، گم نمیشه. چون که این یه سکینه ای هست که من به دست آوردم، تلاش کردم به دست آوردم، حالا تلاشم رو کم میکنم، این سکینه ممکنه از دستم بره. بله. اما یک سکینه ای هست که از جانب خداوند نازل شده بر من، این دیگه بالا رفتنی نیست دیگه، این اومده. در کنار این اثابهم فتحا قریبا، پاداش دیگه اینها هم اینه که به زودی اینها مکه رو فتح خواهند کرد و سال بعدش فتح کردن. بعد از اون اومدن سال دهم مکه رو فتح کردن. 2 سال بعد همه اون سکینه بر جای خودش و اجر و پاداششون رو هم گرفتن. اینه جایگاه نیت. وقتی میگیم نیت یعنی اینی که من قلبم رو چاک کنم، به خدام نشون بدم که اینم من اینی که خداوند ببینه، فعلم ما فی قلوبهم، ببینه که من در قلبم صادق هستم، ایمانم صادقه، شک ندارم، دلهره هم ندارم و حتما با توکل بر خداوند متعال مسیرم رو ادامه میدم و با حاجیان خواهم بود. انشاءالله با حاجیان خواهم بود. این نیت و این عزم صادقانه برای رفتن در حج سال بعد البته هست، درست است؟ اما فعلا که ما وقتی که میبینیم حجاج را
لباس احرام بر تن میکنن و به سوی بیت الله در حرکت هستن. وقتی که اونجا میرسن در هنگام طواف میبینیم، سپس بین صفا و مروه میبینیم. البته در سالهای قبل چنین چیزها مهیا نبود، اما حالا توسط این رسانه‌های صوتی تصویری همه چیز پیش چشمان ما هست و میبینیم. حجاج را در عرفات میبینیم، در منی میبینیم، در مزدلفه میبینیم. در هر بخشی از این مناسک همون آرزو دوباره موج میزنه در قلب‌های ما که کاش با حاجیان در هنگام طواف می بودم، در میان صفا و مروه می بودم، در عرفات می بودم. این حس را چطور پاسخ بگوییم که در دل ما در هر بخش از مراسم علاید جوش می زند؟ این حس اصلا محرک اصلی نیت هست. ما در داخل قلب خودمون یک محرک داریم، و موتور داریم که این قلب و عقل و شعور ما رو جهت دهی میکنه. یکی همین حس هست. اگر ما این حس رو نداشته باشیم ما کلا مردیم. اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ما رو از حسادت منع میکنه و حسادت یکی از گناهان کبیر است. حسادت یعنی چی؟ حسادت یعنی اینی که من به قضای الهی راضی نیستم. حسادت یعنی اینی که من این نعمتی که خداوند به فلان کس داده است این رو ازش بگیرد. من میگم که این لیاقت این نعمت رو نداشت، این نعمت من لیاقتش رو دارم. الله اکبر. یعنی من بیام در کار خداوند دخالت بکنم که ای خدا چیه این همه پول و ثروت به این طرف دادی، این که گاوی بیشتر نیست، منی که فلانم و منی که از خانواده فلان هستم و منی که اینقدر تحصیلات کردم و منی که اینقدر عقل دارم، من حقدارتر به این نعمت بودم. حسادت یعنی که من بخوام که این نعمت از فلان شخص گرفته بشه، به من داده بشه، یا حتی اگر نخوام به من داده بشه اما نمیخوام که این نعمت با فلانی باشه. این رو میگن حسادت. و این حسادت گناه کبیر است. در کنار این حسادت یک شعور و احساس دیگه است که اون رو بهش میگن غبطه. غبطه خوردن چی هست؟ غبطه خوردن اینی هست که من یک انسانی رو ببینم که خداوند به اون نعمتهایی داده و اون از این نعمتهای الهی به بهترین وجه استفاده میکنه. من بگم ای کاش که من هم خداوند همچنین نعمتهایی به من میداد تا من مثل اونو بهتر از اون انجام میدادم. یک قارئ قرآن رو میبینم، قرآن رو خداوند در دلش جا داده، علم بهش داده، الان صبح و شام داره قرآن میخونه، به دیگران یاد میده، عالمی هست، کلاس‌های درس برپا میکنه، اینجا اونجا هر جا علمش رو به جامعه میرسونه. من یک انسانی بودم در یک خانواده فقیر به دنیا اومدم، فضایی برای آموزش نداشتم، خانواده‌ام توان این رو نداشتن که من رو جایی ببرند، اصلا جایی نبود. من به این صورت بزرگ شدم، الان یه میکانیکی هستم، دارم زندگیم رو میچرخونم. وقتی این عالم رو میبینم میگم ای کاش. نمیگم که این چرا این لیاقت این علم رو نداشت، اینکه باباش چوپونی بود به اینجا رسید، من که بهتر بودم. نه، من میگم که ای کاش که من هم مثل این میتونستم، فرصتی برای من ایجاد میشد، من قرآن حفظ میکردم، من علم پیدا میکردم، من نمیدونم عالم میشدم. الان این با این علمش 10 تا کتاب نوشته، اگر من میتونستم 100 تا کتاب مینوشتم، من 100 تا جا درس میگذاشتم، من 100 کار بهتر از این میکردم. این من رو چیکار میکنه؟ اجر اون شخص رو میده، چون که من در نیتم فعلم ما فی قلوبهم رو باید نشون بدم که خداوند در قلب من صداقت رو ببینه. من یک انسان فقیری هستم، بله، و تلاش میکنم، اما خب این داراییم همینطوری است، رزقم خداوند روزیم رو اینقدر معین کرده، هرچه تلاش میکنم به این حد میرسم. در کنار این یکی رو میبینم که خداوند بهش ثروت هنگفتی داده، این مسجد درست میکنه، بیمارستان درست میکنه، مدارس درست میکنه، نمیدونم شبکه‌های تلویزیونی اسلامی میزنه، رادیوهای اسلامی رو به اصطلاح
کمک میکنه، همه در کارهای به خیر هست، برای بیکارا کار درست میکنه، برای فقیرا مسمندا، برای نیازمندا رو کمک میکنه، بیمارا رو کمک میکنه. من این رو میبینم میگم ای خدایا این 1 میلیارد داشت این کارو کرد، اگر من 1 میلیارد میداشتم من از این بهتر میکردم. من نمیخوام که نعمت اون از اون زدوده بشه، میگم خداوند در کارش برکت بده، خداوند موفقش کنه. اگر من میداشتم من بیشتر از این انجام میدادم یا مثل این انجام میدادم، این اجر رو میگرفتم. اینه که در نیت ما اینطور باشیم. الان حاجیان رو میبینیم، بله، خب ما هم میگیم که خب الان راه به رو ما بسته شد، امسال حاجی ها رفتن، من آمادگی پیش از این نگرفته بودم یا گرفته بودم و عذری به وجود اومد. اگر من اونجا می بودم، ها اون حاجی رو ببین، اون پیرمرد رو ببین، اون رو در تلویزیون میبینم میگم ای این 10 بار لبیک میگه، من 100 بار میگفتم. اونو که اونجا داره میره بیچاره رو ببین، من اگر اونجا می بودم دستش رو میگرفتم کمکش میکردم. اوف اگر من اونجا می بودم تو این گرمی میرفتم 1 کارتون بزرگ آب سرد میخریدم میآوردم به مردم تقسیم میکردم، به مردم نمیدونم خدمت میکردم، کمک میکردم. این شوق و عشق رو در خودم زنده میکنم. در مقابل این شوق و عشق من اجر میگیرم، پاداش میگیرم. همون صیقل کاری که با حاجی در حج میشه با من میشه. قلب من همونطور که قلب حاجی صاف میشه قلب من هم صاف میشه. حاجی از حج بر میگرده در خطر است، خطر من کمتره. این معنی که وقتی حاجی میره یکی از دعایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در هنگام احرام، اللهم حجة لا ریاء فیه ولا سمعه، خدایا یک حجی من میخوام که توش این ریا هم نباشه، نام و نشان هم نباشه. حاجی که میاد شیطونا، این حاجی در کجا بود؟ در حج بود. شیطونا رو زد. الان شیطون بعد از حج یک حقد و کینه‌ای برای این حاجی داره. یک شیطون تماما همون مار زخمی است. مار زخمی میگن خطرناکترین مار هست، میخواد انتقام بگیره. تو یه حاجی رفتی با سنگ زدی، یکی بنده خدای شوخی میکرد میگفت که من رفتم سنگ شیطان زدم اما رومو گرفته بودم. گفتن چرا؟ گفتم نخواستم شیطان بدونه که منم فردا نیاد انتقام بگیره. در هر حال حاجی رفت شیطان رو زد. الان شیطان میاد همه اطرافیان رو همه رو تحریک میکنه که این حاجی که اومد اولا برید استقبال کنید، در هر جا پلاکارت بزنید که خانوادگی آقا یا عمرا و همسایگان و فلان تشریف آورده حاج آقا رحیمی رو به چی تبریک و تهنئت عرض میکنند و فلان، یه جوری که این رو دوش ریا بیارن، خودنمایی. این حاجی مظلومی که اومده اینا رو که میبینه کم باورش میشه، بعد دیگه هر جا حاج آقا میگن. خب این باز بیشتر احیانا اینطور میشه. اما منی که با نیت بودم کسی به من نه حاجی خواهد گفت، نه کسی برای خبر من داره، کسی هم خبر نخواهد داشت، نه برای من پلاکارت میزنن. البته خود حج تربیت حاجی است بر عدم خودنمایی و عدم خود نشون دادن و دنبال نام نشان گشتن. عجیبه این حج. در عبادت‌های عادی اینطور نیست. من میرم نماز، کجا میرم؟ میرم مسجد محله. همه میدونن که این آقای عمرا اومد نماز. خب میتونم این کارو بکنم. میرم دم در خونه، تو به اصطلاح آپارتمان 20 طبقه زندگی میکنم، طبقه 12 خونه ماست. از پایین صدا میزنم که محمد بابا اگر کسی تلفن کرد بگو بابا مسجده، که کل این آپارتمان بدونن که آقای عمرا رفت نماز فجر مسجد. این کارو میتونم بکنم. یک ریا و خودنمایی باشه. چرا؟ چون که این آپارتمان و این اهل مسجد همه منو میشناسن. خب در جمع ریا خیلی امکانش زیاد هست، شیطان میتونه بازی کنه. در حج بزرگترین جمع هست، بزرگترین
کنگره بشری در حج هست، نه اسلامی، بشری. بزرگترین جمعیت بشر در حج به اصطلاح جمع میشن. بعد از اون اینجا ریا نیست. چرا؟ اگر من در حج گریه میکنم در مقابل خداوند تواضع و فروتنیم رو نمایش میدم، در کنار من یک آفریقایی هست که از جنگلای آفریقا اومده، این ورم یک اروپایی همچین سرخ چهره ای هست که از نمیدونم فرانسه اومده، جلوی رویم یک سرخ پوست آمریکایی هست، پشت سرم یک نمیدونم اندونوسی بیچاره همچنین مچاله داره دعا میکنه. در کل این جمع من احساس خودنمایی نمیتونم بکنم. هیچی که ایرا از منو نمیشناسم، من نمیشناسم. حتی اگر خودم بخوام نشون بدم که ای بابا چقدر آدم تقوا و مؤمنی هستم، هیچ کسی از اینو توجه نخواهد کرد. یعنی اینی که خدا در اونجا من اصلا تربیت میشم بر اینی که به این چیزا اصلا بها ندم. واسه همینه که حاجی عاقل اون حاجی است که وقتی که میاد از حج برمیگرده اصلا به این پلاکاردا و این خوش آمدید گویی ها و این دعوت ها و این نمیدونم مهمونی ها و اینا اصلا بها نده. اینجا یاد گرفت که در بین جمع چطور تنها باشه. در حج که یک عبادت جماهیری هست که اونجا همه تنها هستن، همه با هم هستن، در باهمیت و در یک جمهور بزرگ چطور تنها رابطه با خدا برقرار کردن رو یاد میگیریم. وقتی هم برمیگرده حاجی باید اینطور باشه. و منی که الان در عشق حج هستم باید این عشقم هم همینطوری باشه. یعنی در عشقم این دیگه عشق معنای این نیست که من برم تو مسجد بعد از نماز برادران لبیک اللهم لبیک بگی تا ما هم با حاجیان باشیم. من دیشب تا صبح خواب نداشتم، هی تماشا میکردم همین وصال حق رو، حرفاشون رو در مورد حج و من عشق و لذت میبردم انگار که با حاجی ها هستم. دیگه همون حکایت حاجی از حج برگشته بود، یعنی که حاجی به اصطلاح رفت به حج اومد. خیلی ها به حج میرن حاجی بر نمیگردن، میگن عیسی به حج رفت چون باز کردن همان عیسی باشن، اما خر عیسی چون به حج رفت و برگشت همون خر شد. یه وقتی هست که انسان مثل قدیما میگفتن که مردم میرن به حج با الاغ میرفتن، سوار خر میشد میرفت برمیگشت. هر کاری که حاجی میکرد خرم میکرد. طواف رو روی خر سوار بود، طواف میکرد، به عصا میرفت، دو دست و پا نداشت. حاجی بیچاره بنده خدا لچی بود و پیرمردی بود و نمیتونست به همه جا که رفت با خر رفت، اما خر شو از حج برگشت همون خر باشن. خیلی از حاجی اینطوری هن که میرن و برمیگردن بدون هیچی. منی که نرفتم اگر واقعا فعلم ما فی قلوبهم قلبم رو صادقانه برای خدا نشون بدم، من اجری رو میگیرم که اون حاجی ریاکار یا حاجی نمیدونم چی احیانا به دست نمیاره. پس حکایت کار نیست به اندازه ای که حکایت قلب است. تشکر جناب دکتر. بالله عزیز میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم. با ما باشید. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
بله بیننده های عزیز، اگر ما عزم صادق و نیت صادقانه داشته باشیم که در سال آینده یا امسال خود را در میان حاجی ها قرار بدیم، این نیت صادقانه ما را از بسیاری از حجاجی که می روند و به خاطر ریا و سمعت و شهرت و این و آن نزد خداوند بهتر و افضل قرار میده. خداوند نیت صادقانه نصیب همه من و شما بگرداند. جناب دکتر، البته وقت برنامه هم رو به پایان هست. میخواهم کسایی که در حج نیستن و آرزو و نیت حج را دارن و میخواهند که واقعا با حاجیان باشن، اگر امسال نیستن آینده باشن، این نیت صادقانه را دارن، حالا از این روزهای حج او باید چه تحولی در زندگی خود ایجاد بکنه، یا این روزهای حج در زندگی شخصی که فقط با آرزو در میان حجاج هست چه تحولی میاره؟ ببینید، این روزهای به اصطلاح عبادت، بله، این دهه ذوالحجه بعد از اون ایام تشریق، اینها مال حاجی تنها نیست، ما هم شریک هستیم، همه ماست. این روزها خورشید این روزها برای روی همه ما طلوع میکنه و شب این روزها همه ما رو سایه میندازه. بالکل، چه در مکه مکرمه باشیم یا نباشیم. بله. و اینه که ما اون وفد و پیک خودمون رو فرستادیم. الان ما باید همون درس و همون ویژگی هایی که حاجی از حج میگیره ما در زندگی خودمون داشته باشیم، چون که این روزها رو ما داریم و کل این مناسک ما با حاجی همراه هستیم. وقتی که ما حاجی رو میبینیم که احرام میپوشه، ما باید احساس بکنیم که ما هم احرام میپوشیم، به این معنا که احرام حاجی یک کار فیزیکی است، یک لباسی میپوشه، بله، عملا نشون میده که دنیا رو انداخت دور، بله، عملا نشون میده که یک کفنی رو پوشیده و این زندگی سفری است به سوی آخرت. بله، این سفر و این مرگی که حاجی اون رو تصور میکنه ما هم باید جلوی روی خودمون داشته باشیم. ما هم باید همیشه قرآن که داریم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر رو ما هم داریم میخونیم که نکنه که این دنیا ما رو، جمع‌آوری دنیا ما رو از مرگ غافل کنه. بالکل. خب بعد اون حاجی چی میگه؟ حاجی چیزی رو نمیگه که ما نمیگیم. حاجی میره اونجا میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. این حرفی که حاجی میزنه این گره زدن رکن اول اسلام با رکن پنجم است. رکن اول اسلام چیه؟ توحید. توحید، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. این اشهد ان لا اله الا الله من هم دارم میگم، این توحید رو من هم اینجا دارم میکنم. پس کاری که حاجی میکنه در زندگی من اصولا وجود داره. حاجی میره اونجا یک آموزش جدیدی برای اون دین بگیره، اون مفاهیم دینی رو بره اونجا در جایی که پیامبران قدم گذاشتن به شیوه پیامبرانه عمل کنه. این مفاهیم دینی رو من اینجا دارم، تنها یک رکن پنجمی رو من بهش نرسیدم، اما ارکان دیگه در کنار من هست. توحید هست، نماز هست، روزه هست، زکات هست، حج رو لمن استطاع الیه سبیلا خداوند برای من، چون که من این قدرت و توان رو ندارم، برای من فعلا فرض نکرده تا اطلاع ثانویه. که این اطلاع ثانوی رو من با نیتم میکارم و بهش میرسم، همونطور که در ابتدای برنامه اشاره شد. الان این حاجی حرکت میکنه، من هم با حاجی حرکت میکنم. خداوند متعال ما رو خلق کرد و فرمود الذی خلق الموت والحیات، زندگی و مرگ شما رو آفرید و شما رو در این دایره زندگی و مرگ قرار داد که چی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیبلوکم ایکم یعمل عملا نیست، احسن عملا، که هر کسی شما رو آزمایش بده که هر کسی کاری که میکنه بکنه. نه، کسی از شما بهترین شیوه عبادت رو میکنه، بهترین حرکت در مسیر رو داره. من با حاجی بهترین ها رو
در تصور خودم میارم، وقتی که بسیار در نیت خودم میارم، در شوق خودم میارم، در عزم خودم میارم که اگر با حاجی می بودم بهتر از اون رو انجام میدادم. وقتی اومدم به حاجی میاد به مطاف، من در تصورم میارم که اگر من اونجا می بودم بهتر از همه این کار رو میکردم. در مسیر در حج شما که به اصطلاح کسی که میره اونجا، چون رفته در حج، خداوند متعال یک نیروها و توانمندی‌های عجیبی رو در اون زنده میکنه. این رو هر که رفته به حج با چشم سرش دیده. در حج میبینی یه پیرزنها و پیرمردهایی که گمان میکنی که اینها رو از قبر آوردن بیرون، اسکلت تنها هستن، میبینی همچین حرکت میکنن تعجب آور. بالکل. میری میگی که پدر مادر بیا یک نمیدونم کمکت کنم. میگه چرا کمکم کنم؟ مگه شلم؟ مگه دست و پا ندارم؟ افرادی رو استاد رحیمی میبینی اونجا اصلا تصورش، اصلا انسان، این فرد کی بود؟ این کسی بود که تو شهر خودش اگر میخواست از خونهش بره به باغش یا به مسجد بره، باید 2 تا از بچه‌هاش بغلش میکردن میرفتن. بیشتر نمازها رو نمیرفت مسجد که من معذورم. یک بیمارستان یا یک داروخونه همیشه تو خونهش بود که صبح و شام با دارو زندگی میکرد. الان میاد حج، هم داروخونه یادش میره، هم یادش میره که ضعیف و ناتوان هست. یک نیروهای اندرونی، اون به اصطلاح انعکاس اون نورانیات حج اون رو به حرکت در میاره. و من رو باید اون همتم، اون نیتم، اون عزم صادقانم به حرکت در بیاره که احساس کنم که من هم در طواف با حاجی هستم، من هم در پی احسن عملا هستم. وقتی که خانه خدا رو میبینم، وقتی مقام ابراهیم رو میبینم، ببینید طول خانه خدا چقدر درازه. این رو حضرت ابراهیم بنا کرد. خداوند وقتی که به اصطلاح ابراهیم رو امر کرد که بنای خانه رو درست کنه. خب کافی بود که ابراهیم به اندازه‌ای که میتونه اون رو بلند کنه، به اندازه قد خودش، تو دستش رو چقدر میتونه بالا ببره این قد. اما نه، ابراهیم احسن العملا میخواست، یک سنگی رو پیدا کرد که روی اون سنگ وایسه تا بیشتر کار رو بهترین انجام بده. منم میگم که همه عبادت هم رو بهترین میکنم. من وقتی که حاجی رو میبینم سعی میکنه، این شوق و عشق من در همراهی با سعی حاجی به من الهام میکنه که در مسیر زندگی سعی کنم، تلاش کنم که این دعوت ابراهیم و محمد مصطفی علیهم السلام رو به همه جهانیان برسونم. این پیام حج رو، توحید حج رو به همه جهانیان برسونم. امسال که حاجی ایرانی نرفت به حج، حاجی توحید رو که در حج فقط نیست، توحید با شهادت هست. این حاجی باید الان تصمیم بگیره که این پیام توحید رو من در کشورم همگانی کنم، تا چند ماه دیگه هیچ قبری تو کشور من پرستش نشه، هیچ غوث و نمیدونم پیر و فقیر و نمیدونم امامزاده و نمیدونم چی زاده ای غیر از خدا پرستش نشه، هیچ کسی جز خدا نباشه. این وظیفه من هست، این الهام اون حاجی هست که وقتی من میگم ای کاش با حاجی می بودم، ای کاش با حاجی در اون حرکت کردن که نیست، ای کاش با حاجی در اون پیام حج هست که من این پیام توحید حج رو گرفتم و اومدم. وقتی که حاجی میره به عرفات، حاجی چیکار میکنه در عرفات؟ حاجی در عرفات در اون زیر اون آفتاب سوزان خستگی مسیر به اصطلاح منا تا عرفات رو طی کرده، من همراهش میشم با روزه عرفه. با روزه عرفه من کلن وجدانم رو، خودم رو با حاجی گره میزنم که ای حاجی، همونطور که تو خسته هستی تشنه میشی تو را، منم تشنم. همونطور که تو احیانا گرسنه میشی، منم گرسنم. من و تو در یک مسیریم. عرفات هست، میگن عرفهو. عرفات یعنی اینی که خودش رو شناخت. در جایی که انسان خودش رو میشناسه، حاجی میره اونجا میگه یا پروردگار، من در اینجا گفتم بلا. وقتی از من پرسیدی که الستو بربکم، آیا من پروردگار یگانه شما نیستم، من گفتم بلا. الان ای پروردگار، من اومدم بگم من خودم رو شناختم، روی قول خودم هستم. این بلا رو حاجی گفت، منم گفتم.
پس من تو شهر خودم با روزه‌ای که با حاجی گرفتم اون بلا رو دارم میگم که بله خدایا در اون وحدانیت و اون قولی که من دادم که عبادت تو رو بکنم من هستم. بعد از اون وقتی حاجی حرکت میکنه و میره به مشعر الحرام، من همراه حاجی، روح و روان من همراه حاجی هست. وقتی که حاجی میره به منا برای زدن جمرات، من هستم. من اونجا حاجی به اصطلاح شیطون رو میزنه، من هم شیطون رو از خودم دور کردم. من هم به شیطون میگم که ای شیطون، اون کسی که رفته اونجا به نمایندگی من داره تو رو میزنه، منم دارم با تو دشمنی میکنم. یعنی یک صراحتاً اعلام دشمنی کامل. در این مسیر حج وقتی که من با حج و حاجی اینطوری پیش میرم، دیگه واقعا من همراه با حاجی هستم. ای کاش که با حاجیان باشم، اون وقت دیگه تحقق پیدا میکنه و عملاً من با حاجیان هستم ان شاء الله. جزاكم الله خیرا، بارک الله فیکم. تشکر از شما جناب دکتر. بنده های عزیز، تشکر از شما تا این لحظات با ما بودید که ان شاء الله که توانسته باشیم با صحبت های جالب و دیدنی جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز که شما را به این سفر ملکوتی در میان حجاج و مهمانان الهی برده باشیم. همه ما شما را خداوند نصیب بکنه که سالهای بعد در میان حجاج و قاصدین بیت الله حرام باشیم. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك الله